یه چیزی هست که باید بشنویش. شاید اولش یه ذره تلخ باشه ولی واقعا مهمه. شاید فکر کنی که توی زندگی گیر کردی، توی شغلت، روابطت، هیچی همونطور که میخوای پیش نمیره. ممکنه جامعه و خانواده بهت بگن که تقصیر توه، تو یه آدم بی‌لیاقت و بی‌ارزشی. اما دلیل گیر کردنت توی زندگی ساده تر از این چیزاست. خلاصه بگم، تو گیر کردی چون داری مثل یه گدا برخورد میکنی. اشتباه نکن، اینکه یه چیزی رو عمیقاً بخوای به خودی خود مشکلی نداره. مشکل از جایی شروع میشه که فکر میکنی اگه نداشته باشمش حتما یه چیزی کمه. چون واقعیت اینه که هرچی بیشتر یه چیزی رو نیاز داشته باشی، دقت کن، نیاز داشته باشی، مغزت روز به روز ناامیدتر و مضطربتر میشه. و باور کن که این مغز ناامید هیچ چیزی رو قرار نیست به دست بیاره، بلکه همه چی رو از خودش دفع میکنه. هممون توی اون نقطه بودیم، نقطه‌ای که با خودت میگی اگه فقط این یه اتفاق بیفته همه چی درست میشه، من بالاخره میتونم آروم و شاد باشم. ولی مسئله اینه که اون لحظه همه چی درست شدن یه توهمه و هیچ وقت اتفاق نمیافته. چون حتی وقتی اون چیزی رو که میخواستی به دست میاری، اگه صرفاً از روی رفع نیاز به دستش آورده باشی، حالا اونقدر بهش وابسته میشی که همیشه میترسی از دستش بدی و اینجوری نمیتونی لذتی ازش ببری. وابستگی و نیاز نقطه مقابل لذت بردنن. نیاز تنش میاره و تنش، چیزی که روانشناسا بهش میگن flow state، همون حالتی که بدون تلاش یه کار رو به بهترین نحو و به صورت ناخودآگاه انجام میدی رو میبنده. مثل یه تله بی صداست. به تجربیاتت هم که نگاه کنی میبینی هرچی بیشتر دنبال خوشبختی، آدم درست، برنامه بی‌نقص و ثروت بدویی، انگار بیشتر از دستت لیز میخورن. نه چون دست نیافتنی هن، چون مغز نیازمند فقط دنبال بقا میگرده و ابداً هیچ چیز خوبی رو نمیتونه دریافت کنه. توی این وضعیت تو دنبال کنترل میگردی، سعی داری مشتاتو ببندی که یه وقت چیزی رو از دست ندی، دریغ از این که بدونی هیچ چیزی توی مشتایی گره کرده وارد نمیشه. اینا صحبت‌های شبه علم نیست و ما از یه قانون ماورا طبیعه صحبت نمی کنیم. از لحاظ عصب شناسی مغز طوری طراحی شده که هدف اول و آخرش حفظ بقاست. اما انسان قرن 21 که دیگه هر روز جونش در خطر نیست، میتونه تا حدی این طراحی مغز رو دور بزنه و فارغ از بقا از عملکردهای دیگه مغزش برای تولید هنر، موفقیت‌های مالی و ساختن روابط سالم استفاده کنه. اما همیشه سایه هدف اصلی ذهن، یعنی بقا، روی عملکردهای دیگهش باقی میمونه. و نکته اینه، احساس نیاز باعث فعال شدن ترس میشه. ترس به دست نیاوردن و ترس از دست دادن. همین ترس باعث میشه مغز جایی که نیاز نیست توی حالت بقا بره. اونجاست که هرچی هم دست و پا بزنیم کاری از پیش نمیبریم. پس اصل اول اینه، هرچی کمتر بهش نیاز داشته باشی، مغزت، احساساتت و عملکردت بدون ترس قدم برمیدارن و اونو واسط میارنش. رها کردن احساس نیاز یعنی رها کردن این باور که خوشبختی تو و خوشحالی تو توی یه چیزی بیرون از خودته. وقتی واکنشت به همه چیز از روی کامل بودن و اعتماد درونی بیاد، اوضاع شروع میکنه به تغییر کردن. نه چون زور زدی، بلکه چون بالاخره از جلوی راه خودت کنار رفتی. ببین، یه تفاوت بزرگ بین خواستن و نیاز داشتن وجود داره. خواستن یه میل درونی و آزاده. خواستن یعنی این که من همین الانشم داره به هم خوش میگذره، بیا و به من ملحق شو. ولی نیاز از کمبود میاد، سنگینه، مضطربه، پر از ترسه. تو میتونی بگی عشق میخوام، آرامش میخوام، موفقیت میخوام، ولی اگه ذهنیت پشتش این باشه که بدون اونا حال من خوب نیست، هیچ وقت قرار نیست راضی بشی. چون زندگی به مغزت و ذهنیتت جواب میده، نه به لیست آرزوهات. و وقتی توی اون فاز نیاز باشی، حتی چیزای خوبم برات خوب به نظر نمیرسن.
رابطه رو ممکنه به دست بیاری ولی حالا میترسی از دستش بدی. فرصت رو به دست میاری ولی از ترس و وسواس زیاد فرصت رو به باد میدی. به آرامش نسبی ممکنه برسی ولی بلد نیستی توش آروم بگیری، پس خرابش میکنی. این وضعیتیه که وقتی از روی نیاز چیزی رو به دست میاری اتفاق میفته. در واقع به دست نمیاری، میذاریش روی شونه‌هات و وقتی بذاریش روی شونه‌هات اون هدیه تبدیل میشه به یک بار. اما وقتی دیگه برای خوشحال بودن بهش نیاز نداری، بالاخره آماده میشی که با وقار اونو از روی شونه‌هات پایین بیاری و توی دستات نگهش داری. چون دیگه نگران از دست دادنش نیستی. دیگه نمیخوای خودتو ثابت کنی. دیگه دنبال یه چیز بیرونی نمیدوی که اون حفره درونتو پر کنه. داری خودت اون فضا رو پر میکنی، با احترام به خودت و با سکوت. و این سکوت قدرتمنده. مردم متوجهش میشن. چیزای خوب به جای اینکه ازت دور بشن شروع میکنن به سمتت اومدن. چون هیچ چیزی جذابتر از آدمی نیست که توی صلح با خودشه. نه چون همه چی رو داره، بلکه چون دیگه اسیر هیچ چیزی نیست. اون آدم دقیقاً مثل یک پادشاهه. اینو خیلی ها هیچ وقت نمیفهمن. وقتی نیاز رو ول میکنی چیز کمتری گیرت نمیاد. در واقع جا باز میکنی واسه بیشتر داشتن، بیشتر دیدن، آرامش بیشتر و چیزایی که واقعا ارزشمندن، نه صرفا خواسته هایی که منبعشون نیازت بوده. اینو هیچ وقت به ما نگفتن. اینکه چیزی رو نیاز داشته باشی باعث نمیشه زودتر به دستش بیاری. فقط باعث میشه کورشی نسبت به چیزایی که همین حالا دورت هست. ممکنه کلی آدم دور و برت باشن که واقعا برات مهمن، اما چون دنبال تایید از یه نفر خاصی هیچی از بقیه حس نمی کنی. ممکنه به اندازه کافی داشته باشی که خوشحال باشی، اما چون فکر میکنی باید بیشتر داشته باشی تا حس ارزشمندی کنی، هیچ وقت قرار نیست راضی بشی. چون نیاز تمرکزتو تیز میکنه روی چیزایی که نداری. چون وقتی مغزت گیر کرد روی کمبود، واقعیت هم شروع میکنه واکنش دادن به اون کمبود و اون رو برمیگردونه توی زندگیت. ولی به محض اینکه اون چنگ زدن رو ول میکنی، وقتی میگی خیلی دوست دارم اینو داشته باشم ولی اگه هم نداشته باشم اوکیم، یک چیزی توی وجودت جابجا میشه و همین تغییره که زندگی بهش جواب میده. دیگه دنبال چیزی نمیدوی، دیگه التماس نمی کنی، فقط آماده ای. آماده برای فرصتهای درست، چون دیگه گیر فرصتهای اشتباه نیستی. آماده برای عشق واقعی، چون دیگه مشغول چسبیدن به ارتباطات نصف و نیمه از روی نیاز نیستی. آماده برای آرامش، چون دیگه سعی نمی کنی سکوتو با سر و صدا پر کنی. این یعنی وابسته نبودن واقعی. نه اینکه بی احساس باشی، نه اینکه بی خیال یا بی تفاوت باشی، نه اینکه از خواسته هات بگذری، بلکه اینکه از این باور فاصله بگیری که برای حال خوب داشتن باید حتما به اون چیزا برسی. و وقتی این کارو میکنی، یه چیز دیگه وارد زندگیت میشه به نام اعتماد به نفس. اعتمادی که میگه اگه این چیز مال منه میمونه، اگرم بره من همچنان کامل و خوشحالم. این ایده همون مفهوم آمور فاتی نیچه است که ویدیوش رو قبلا توی این کانال گذاشتیم. بیاین درباره مفهوم آزادی حرف بزنیم. جالبه، هرچی کمتر نیاز داشته باشی انسان آزادتری هم میشی. همراه با این آزادی میتونی راستگو باشی، آروم باشی و واقعی باشی. نیاز وادارت میکنه به ماسک زدن، وادارت میکنه که هی خودتو تغییر بدی، وادارت میکنه به خودت، صدات، ارزشت و حسات شک کنی. ولی وقتی دیگه نیاز نداری یکی ازت خوشش بیاد، خود واقعیت ظاهر میشه. وقتی دیگه نیاز نداری حتما درک بشی، بی خودی به کسی توضیح اضافه نمیدی. وقتی دیگه نیاز به نتیجه فوری نداری، از خود مسیر لذت میبری. یونگ هم دقیقاً از همین نقاب زدن توی مفهوم خود سایه یاد میکنه. آدما تغییر رو میفهمن. آدما انگار شاخکایی دارن که میتونن انسانای واقعی رو از انسانای نقابدار تشخیص بدن. و باور کن همه ما انسانای واقعی رو به انسانی که نقش بازی میکنه، هر چقدر نقشش قشنگ باشه، ترجیح میدیم.
فکر کن ببین چند تا تصمیم از سر نیاز گرفتی، نه چون واقعا برات درست بودن، بلکه چون ترسیدی چیز بهتری پیدا نکنی. رفاقتایی رو نگه داشتی که خستت میکردن و بهت بی احترامی میکردن. آره گفتی وقتی تمام وجودت داشت فریاد میزد نه. نصف نیمه بودن دیگران رو تحمل کردی چون یه جایی تو وجودت باور کرده بودی که این بهترین چیزیه که گیرت میاد. اینا همشون هزینه نیازمندی هن. استاندارداتو میاری پایین بی اون که بفهمی. قانعت میکنه که بسنده کردن یعنی زرنگی، که ساکت موندن یعنی امن بودن، که کوچیک کردن خودت لازمه زنده موندنه. ولی حقیقت اینه هرچی کمتر نیاز داشته باشی استانداردات هم میرن بالاتر. نه از روی خود بزرگ بینی بلکه از روی عزت نفس. شروع میکنی به تشخیص دادن تفاوت بین چیزی که قلبت واقعا میخواد و چیزی که ترست حاضر بود تحمل کنه. وقتی نیاز رو رها میکنی دیگه دنبال رابطه هایی که دو طرفه نیستن نمیدوی. دیگه به القاب و نقشا و برچسبا نمیچسبی تا احساس ارزشمندی کنی. دیگه خودتو نمیکشی فقط برای اینکه انتخاب بشی. برعکس خودت میشی انتخاب کننده. نه از سر برتری، از سر احترام عمیق به خودت. شروع میکنی به انتخاب چیزایی که با آرامشت، با ارزشات و با افق فکریت هماهنگه. نه اونایی که فقط زخم نیازتو موقتا آروم میکنن. و اونجاست که همه چی شروع میکنه به تغییر. یه جور دیگه وارد اتاق میشی، یه جور خاص، آروم و مطمئن حرف میزنی. دیگه لازم نداری هر گفتگویی حتما به یه نتیجه برسه. دیگه اصرار به این نداری که چیزی که بهت تحمیل شده رو تحمل کنی. دیگه نمیخوای کسی رو قانع کنی که ارزشمندی، چون داری از دل همون ارزش زندگی میکنی. و تو اون فضای دور از نیاز جایی باز میشه برای چیزایی که از اول مال تو بودن. تو فقط اجازه دادی اونا خودشون تو رو ببینن. لازمه بدونی سکوت خالی بودن نیست، دعوت کردنه. اعتماد کردنه به این که لازم نیست هر خلایی رو با زور پر کنی یا هر سکوتی رو با سر و صدا و برنامه. فقط باید حاضر باشی، نه گرسنه، نه مستعسل. زندگی همیشه امتحانت میکنه که ببینه هنوز از سر نیازه که داری حرکت میکنی یا از سر اعتماد. خیلی هم آروم امتحانت میکنه. با سکوت وقتی دنبال جواب میگردی، با فاصله وقتی نیاز به نزدیکی داری، با تأخیر وقتی حس میکنی آماده ای. تو اون لحظه ها نسخه قدیمیت شاید وحشت کنه، شاید دوباره دست و پا بزنه، شاید دوباره بخواد همه چی رو کنترل کنه. ولی نسخه جدیدت، اون که دیگه اسیر کم بود نیست، مکس میکنه، نفس میکشه و یادش میاد نیاز یه واکنشه، اعتماد یه پاسخ. و قدرت اونجاست که توی سکوت بمونی، نه توی هول و ولا. وقتی دیگه لازم نداری همه چی الان اتفاق بیفته، انرژیت دیگه هدر نمیره. خودتو خالی نمی کنی برای چیزایی که بیرون از کنترلتن. بدون اینکه بیشتر تلاش کنی، شروع میکنی به فتح کردن بیشتر. و اون نسخه از تو، کسی که دیگه برای دوست داشتنی بودن نیاز به عشق نداره، برای دیده شدن نیاز به تایید نداره، برای ارزشمند بودن نیاز به موفقیت نداره، اون نسخه فوق‌العاده جذابه. چون ادا در نمیاره، چون نمیترسه از اینکه وایسه، صبر کنه یا حتی بره. چون میتونه توی زمین خودش بمونه وقتی همه چی بهش میگه فرار کن. بعضیا فکر میکنن امتحان زندگی برای شکنجه است. شاید هم این جمله رو شنیده باشید که زندگی هر چیو که بیشتر دوست داری سریعتر ازت میگیره. شاید دلیل این کار زندگی رسوندن یه پیام باشه: رها کن. هدفش هم واضحه، برای کندن اون بخش از تو که هنوز فکر میکنه ارزشمندی چیزیه که باید به دست بیاری، برای کنار گذاشتن اون هویت قدیمی که باور داره رضایت یه چیزی بیرون از خودته. پس وقتی اوضاع ساکت شد، فرار نکن. سکوتتو با هر چیزی پر نکن فقط برای اینکه تحملش سخته. درونش بشین و چشماتو ببند، چون توی همون سکوت نسخه قدیمیت آروم آروم فرار میکنه و نسخه جدیدت شروع میکنه به پیدا شدن، قوی‌تر، آرومتر، خوشحالتر و والاتر.